امروز میخوام بهتون یه غذای خیابونی خیلی قدیمی تهرانی یاد بدم که اسمش لول کبابه، یا همونی که میدونی. نیاز داریم به پیاز رنده شده و آب گرفته شده، به گوشتمون اضافه میشه نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، فلفل قرمز و پودر سیر. به موادمون میزنیم و 1 ساعت میذاریم داخل یخچال. پیازهای بنفشمون رو به این صورت خلالی خورد میکنیم. برای خوشمزه تر شدنش جعفری و گیشنیز ساتوری شده بهش اضافه میکنیم، سماق، نمک و آب لیمو ترش. طعم این مزه رو بی‌نظیر میکنه، عالیه طعمش. برای سرخ کردن لول کباب ها داخل تابای داغ که روغن ریختیم، لول کبابمون رو اینجوری میذاریم و همه طرفشون رو کامل سرخ میکنیم. بعد از اینکه سرخ شد، با هر نونی که دلتون خواست میتونین به این صورت سرو کنید. اول نونو میذاری، بعد پیازهای قرمزی که مزه دار کردیم، بعدم این لول کبابا. حالا بهم بگو ببینم، این لول کبابی که عمو البرز بهت یاد داد براوو نداره؟ براوو.